نواب نجمی کیست و چی رابطه با غزال عنایت دارد؟ نواب نجمی در کجاست و آهنگ جدید غزال عنایت با نواب نجمی؟ غزال چرا با آریانا سعید رقابت دارد؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. نواب نجمی هنرمند جوان، تازه‌کار و موفق کشور است. نواب کارهای هنری خود را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد. نواب نجمی از ولایت زیبای قندوز می باشد و تا سن نوجوانی در افغانستان بود، اما مدت 5 ساله می شود نواب نجمی در شهر هامبورگ جرمنی زندگی می کند. نواب نجمی در جرمنی هم به کارهای هنری خود ادامه داده است و در محافل عروسی هموطنانش اشتراک می کند و چندین آهنگ جدیدی هم برای علاقمندانش ثبت و نشر کرد. جدیداً نواب نجمی خواسته با غزال عنایت هنرمند پرطرفدار افغانستان آهنگ دوگانه اجرا کند و کنسرت هم در چند شهر جرمنی برگزار کند. غزال عنایت هنرمند خوب و نه چندان سابقه دار کشور است و در میان فارسی زبانان جهان از شهرت خاصی برخوردار است. غزال عنایت همیشه در رقابت با آریانا سعید بوده است و این روزها که بازار برگزاری کنسرت ها در میان هنرمندان افغان گرم است و همه مردم طرفدار کنسرت جدید آریانا سعید با شبنم ثریا است و بیننده این کنسرت می باشد. غزال عنایت خواسته با هنرمند جوان و تازه‌کار کشور ما کنسرت هم برگزار کند و نواب نجمی هم برگزاری این کنسرت را با غزال عنایت پذیرفته است و قرار است این کنسرت در شب‌های سال نو میلادی برگزار شود. ما هم آرزوی موفقیت سلامتی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.